سلام بچه‌ها، به ویدیو دیگه خیلی خوش اومدین. امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. امروز اومدیم بچه‌ها با چالش ترش‌ترین آبنبات و این آبنباتایی هستن که امروز قرار تستشون بکنیم. اول بهتون میگم چی هستن، بعدش میریم که تستشون بکنیم. بچه‌ها این آبنبات‌ها از این شرکتی هستن، شرکت آمریکایی هست و کل محصولی هم که تولید میکنه فکر کنم 4 یا 5 تا آبنبات هست که دقیقاً تمام جوابات به همین شکل، رنگ‌های مختلف داره. من دو تا رنگش تونستم، دو تا مدلش تونستم پیدا بکنم، چون که ویدیو من در مورد ترش‌ترین بود، من ترش‌تریناشو پیدا کردم و می‌خوایم امروز بریم تستشون بکنیم. این دو تایی که اینجا داریم بچه‌ها، این آبنبات‌ها کلاً محتویاتش از ترش‌ترین میوه‌ها رو اومدن ترکیب کردن و حالا این آبنبات‌ها شده، هر کدومش 16 تا دونه آبنبات داخلشه و اینم جواباش هست دیگه. این زردش هست و اینم قرمزش هست. حالا فکر میکنم درجه ترشیشون بچه‌ها این خیلی ترشه، این خیلی ترشه. به قول خودش نوشته که ترشی مرگبار و قرار که بریم تستشون بکنیم. بریم اول قرمز رو تست میکنیم و بعدش هم زرد رو تست میکنیم. خب بچه ها، بریم اول قرمز رو تستش بکنیم، بعدش بریم سراغ زرد. این بچه ها کل آبنباتی که داخلشه، این خیلی هم کوچیک هستن. این رو بازشون بکنیم. من این کامل میخورمش، بعدش نظرم بهتون میگم. تشکر میکنم. خب بچه من از این خوردم، خیلی اولش خیلی زیاد ترش بود، عجیب ترش بود، یعنی در حدی بود که گلو رو قشنگ میسوزون، ولی هر چی که میرفت جلوتر، یعنی هر چی که میره جلوتر یعنی میره به سمت شیرینی. من فکر میکنم که این لایه روش هست که ماده ترشی زیادی روش هست، ولی آخرش قشنگ یه مزه آبنبات معمولی میداد و شیرین بود. ولی خب اولش خیلی ترش بود، یعنی اذیتتون میکنه. اگر ترشی دوست ندارین اذیتتون میکنه ولی خوب بود، من دوست داشتم. در این حال ترش بود، من دوست داشتم. بریم بعدی رو تستش بکنیم. خداوند انشاءالله همه ما رو آدم کنه. خب بچه بریم سراغ این زرده. فکر میکنم این باید خیلی ترش باشه. بریم تستش بکنیم. خب بچه اینجا قدرانه مسئله دیگه فرق میکنه. ببینید داخل اون همه آبنبات‌ها یه شکل بودن، ولی اینجا یکی، دو تا، یه دونه زرد، یه دونه آبی، یه دونه سبز، یه دونه صورتی داریم که حالا من یه لحظه‌شون نگاه کنم فرقشون چیه. اینا میوه‌های مختلف هستن که یک و دو و سه و سه تا طعم مختلف هستش. اول میریم بچه لیموش رو تست بکنیم. ببینیم فکر کنم لیمو باید ترش‌تر از بقیه‌اش باشه. بریم لیموش تست بکنیم. بچه این لیموش هست. خب بچه این اصلا قابل خوردن نبود، خیلی ترشه. اصلا تمام عضله دهن من از کار انداخت. خیلی ترش، من اصلا نتونستم تا آخرش بخورم. خیلی ترش بود، خیلی زیاد ترش بود، یعنی 10 برابر قبلی ترشی داره. بریم طعم بعدی. سیبش هست، سیبش تست بکنیم. خب سیبش قابل تحمل تر باشه.
بچه از سیبش خیلی آبنبات باحالی بود. بهتون بگم این میشه مثل یه نمودار. بهتون بگم نمودارش به این شکل از خیلی ترش میاد پایین، میشه شیرین، یه مدت شیرین میره ولی طعم آخرش دوباره میره بالا دیگه، ترش میشه. یعنی یه ترش شیرین ترش داره، یه روند اینجوری داره. ولی خب خیلی خوب بود، خیلی خوشمزه بود، سیبش خیلی خوشمزه بود. ولی هرچی بود از لیموش بهتر بود. لیموش واقعا اسید بود، اصلا آبنبات نبود، اسید بود. خب بچه آبنبات بعدی بلوبری هست. طعم بلوبریه. من بلوبری خیلی دوست دارم، فکر کنم خوشمزه باشه، من تستش بکنیم. ولی چیز ترش خوردن واقعا کار سختیه، چون ترشی عضله‌ها رو از کار میندازه کلا. خب بچه این طعم بلوبریش 100 برابر از لیموش ترش‌تر بود. اصلا زبون نابود میکنه. یه چیز عجیب و غریب مزخرف بود. خیلی ترش بود. من اصلا حتی فکر نکنم بیشتر از 30 ثانیه تونستم اینو بخورمش. خیلی ترش بود. اصلا نمیشد خوردش. یه طعم دیگه هم داره بچه، فکر میکنم اصلا ترش‌ترینش همین باشه، چون کلا یه دونه ازش گذاشته از بلوبریه، بقیه‌اش لیمو هست و هندونه هست و با سیب، که فکر میکنم هندونه‌ش هم باید خیلی ترش باشه، چون یه دونه بلوبری گذاشته، 2 تا هندونه گذاشته، 4 تا لیمو گذاشته و 5 تا هم سیب. یعنی فکر میکنم دقیقاً به ترتیب گذاشته. هندونه‌ش دیگه فکر میکنم از همش ترش‌تر باشه. بریم تستش بکنیم. بچه‌ها گلوم گرفتید. این هندونه قشنگ اسیده بچه‌ها. اگر میخواین اسید بخورین برین یه دونه از اینا پیدا بکنین و تستش بکنین. اسید خالص، مثل اینمونه که دارین اسید میخورین. زبون منو زخم کرد. خیلی ترشه، اصلا قابل خوردن نیست. نمیدونم چجوری واقعا میخورم. بچه‌ها من الان دیدم که این همشون پوستاشون مثل همه ولی طعمای مختلفی داره. حالا میخوایم بریم طعمای مختلفش با هم تست بکنیم. اینی که میبینیم بچه‌ها روش نوشته گلابی قرمز. حالا من گلابی قرمز اصلا نمیدونم چه شکلیه، ولی طعم گلابی قرمزه. میخوایم تستش بکنیم. بچه‌ها این قشنگ مثل اسید میمونه. اگر علاقه دارین اسید تست بکنین، ببینین چه مزه‌ای است، برین گلابی قرمز بخرین بخورین، ببینین چه مزه‌ایه. اسید، خلاصه بهتون بگم اسید هست این. اصلا نمیشه، احساس میکنین که داره زبونو میخوره و میره پایین، یعنی میخواد داخل زبون فرو بره. بچه طعم بعدی توت فرنگی هست. توت فرنگی هم فکر میکنم باید خیلی ترش باشه. بچه تمامشون واقعا اسید هستن، اصلا قابل خوردن نیستن. یعنی حتی بیشتر از چند ثانیه نمیشه داخل دهن نگهش داشت. خیلی ترشه، اذیت میکنه واقعا. ترشیش خورنده است، اصلا ترشی لذت بخشی نیست. خیلی ترشه، خیلی 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 زیاد ترشه. طعماش زیاده، من بعید میدونم بتونم همه رو بخورم. یکی دیگهش با هم تست میکنیم. این طعم انگور قرمز رو با هم تست میکنیم. این انگور قرمزه، بریم تستش کنیم. بچه‌ها انگور قرمزش یه خورده قابل تحمل بود، ولی واقعا نه بیشتر از 30-40 ثانیه. خیلی ترشه، اصلا اینقدر ترشه که نمیتونین تصور بکنین، تا نخورین نمیتونین تصور بکنین. اگر دوست دارین چیزای ترش، حتما این حق دارم بهش میگن آشغال، حق دارم بهش میگن زباله.
اگر دوست دارین چیزای ترش امتحان بکنین حتما بگیرین از این مارکه به نام توکسیک ویست، بگیرین تست بکنین و حتما اگر چیزای ترش دوست داشته باشین که خوشتون میاد ولی بعید میدونم بتونین این حجم از ترش رو تحمل بکنین. خب بچه‌ها این بود از این ویدیو، اینم از ترش‌ترین آب نبات‌ها. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر که ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین و امیدوارم که بهترین براتون اتفاق بیفته. تا ویدیو بعدی، فعلا.